شبی که پیغمبر بزرگوار ما تولد شد، میگه در تمام عالمی شیطان ماتم گرفت. شیطان بچنان غمگین شد شب تولد جناب پیغمبر که میگه سرش رفت در زمین زد. و چی خاطر؟ به خاطر که شیطان پرستی تا اون روز در اوج بود. شیطان خیلی مردم از خدا دور کرده بود، یعنی خدا پرستی را از جامعه دور کرده بود. شیطان میگه سرش بچنان خم شد که رفت در زمین سرش رسید. بگفت شیطان سیاه ما را جبین شد، تولد رحمتا للعالمین شد. میگه شیطان فیغان کرد، گو رحمت عالمیان شب تولد شد. با او گرم میکند بازار عرفان، شکست افتد به لشکرهای شیطان. این محمد خدا پرستی را، بازار خدا پرستی را گرم میکنه، مردم خدا پرست میکنه. میگه شیطان بچه ها دیدن که مادرشو چقدر غمگین و ناراحته، اومدن در گیردش دور زدن. آچه جان، مادری جان غمگین نشه، امتاش ما وسواس میکنیم، فریب میدیم، در راه گناه و فسق و فساد میبریم، از رحمت خدا محروم میگردانیم، امتاش جهنمی و دوزخی میگردانیم. میگه پیغمبر، میگه این شیطان علیه لعنه به سوی فرزنداش چی گفت؟ بیزد ابلیس فریادی دوباره به سوی آن گروهی سنگساره. فرزنداش میگه بود دوباره، یعنی یک فریاد غضبناک کربسون شو. گفت بسازد امتش هرچند گناه بیش، فرستاد از او را حق رحمتی خیش. و هرچند اگر امتش گناه کنه، خداوند این محمد رحمتی خودش فرستاده است. رود با امتانش سوی جنت، من و تو جانب دوزخ به حسرت. همه بلبل صفت در عیش بستان، که ما هیزم صفت در نار سوزان. شیطان سوی فرزنداش گفت هرچند گناه کنه، امت شفاعت میکنه، دعا میکنه، در روز قیامت سرش در عرش الهی در تعظیم و در سجده میمانه، آبهای دیده مبارک چه میریزانه. رب العالمین میگه حبیبی محمد، دوستی من ای محمد، ارفع رأسک، سر تبو بردار، گریه نکن. قل یسمع، بگو چیزی میگو من ترا گوش میکنم. سل تعطا، بپرس هر چیزی میپرسی من برای تو میدیم. وشفع تشفع، شفاعت کن که امروز شفاعت کننده تو هستی. پیغمبر بزرگوار سر میبردار از سجده و گردنی کج، آبهای دیده ریشی مبارک تر کردند. سر میبرداشته است، میگفت اللهم امتی امتی امتی، ای پروردگار امتام خلاص کن، من برای امتام گریه دارم امروز. رب العالمین میگفت که ای محمد، 70,000 از گناهگارات، 70,000 شخصیتی که باید دوزخ میره، باید در دوزخ سوزانده میشد، 70,000 من بخشیدم، بگی از این دری راست بگیر داخل جنت. شیطان اینه یعنی برای فرزنداش بیان کرد که امت هرچند گناه کنه، خداوند او را رحمتی خودش فرستاده است، همراه امتاش جنت میرود. رب العالمین گفتن و تحقیق آمد برای انسان ها رسول از نفس خودشون، یعنی از جنس خودشون. عزیز علیه ما عنیتم، چقدر دشوار و سخت و مشکل است برای این پیغمبر هر مصیبت و ناراحتی که در بالای امت می آید. پیغمبر ما چقدر یعنی ناراحت و غمگین می شود، خجالتمند می شود از این رنج و مشقتی، یعنی امت، از ناراحتی امت. خداوند یا بیان کرده است که چقدر دشوار و سخت است برای این محمد وقتی مصیبت و ناراحتی در بالای امتش میاد، وقتی امتش غمگین می شود، وقتی امتش در یک پیشپستی میزنه. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. این پیغمبر چقدر خواهنده خوشبختی امتاش است. پیغمبر بزرگوار ما چقدر سعی و تلاش و کوشش میکنه که امتش خار نباشه، بدبخت و رسوا و بی قدر و بی حرمت و بی عزت نباشه. چقدر یعنی مهربان است، چقدر دلسوز است، رحیم است برای امتاش. حیات عمر امتی 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 گفت و گریه کرد. پیغمبر دایم غم من و شما امتهاش خورد. به این خاطر باید که من و شما برادران عزیز بزرگوار این پیغمبر بزرگوار من دوست بداریم.